سلام بچه ها، خوش اومدید به این ولاگ. امروز جمعه است، نمیدونم چند فروردینه، چکار 14 فروردین چیه بابا؟ اردیبهشته. آره 14 اردیبهشته. بعد اینجا تهرانه و هوا خیلی خوبه. دیروز بارون اومده، امروز هم هوا ابریه، قراره بارون بیاد. بعد منم دیگه طبق معمول اومدم باشگاه انقلاب. خیلی هم شلوغه، فکر میکنم اون تهرانیایی که نرفتن شمال اومدن اینجا. بعد همین دیگه گفتم که بیام ورزش کنم. دفعه پیش که اومدم ورزش کردن 2 پسر مزاحمم شدن، رفتن رو اعصابم. امروز اومدم گفتم که بیام ورزش کنم. و این نکته جالب، اول اینکه جا پارک نبود. بعد من محصول سایپا رو بین 2 BMW X4 پارک کردم. بعد خدای منم میخوام دیگه. آره خیلی X4 خیلی دوست دارم. خوراکی چی آوردم با خودم؟ چای، چوب چای دمی که خودم از شمال خریدم آوردم. یه ببینم توی کیفم چیا داریم. لقمه کربادون زمینی آوردم. یه تیکم مرغ از شامم مونده بود آوردم. از اینا که همیشه همرامه. این بارون احتمالی و همین دیگه. حالا میخوام این اسکارف هم رو بپوشم. دفعه پیش که خیلی خوب باش ارتباط برقرار نکرد. البته هوا سرد باشه گرم نگه میداره. بعد اون روز هم یعنی کلا چند باره که میبینم این سر جاده تندرستی به پسر شلوارکشون گیر میدن، به دختر رو میگن رو سرت کن. البته تنها در صورتی بهتون میگن سرت کن که یه چیزی مثلا دور گردنت باشه. اگه چیزی نباشه که اصلا چی رو بگی سرت کن. اصلا خیلی شنیدم که کارت یه در گرفتن و اینا. بد نیست، یعنی که خوب باشه بد نیست. چیزی هم نمیخوام بخورم دیگه. توی خونه شیر عسل خوردم با یه نصف این کربادون زمینی. الانم یه کامل بخورم. گاهی میان خلوت جمع یا در انزوا بچه من خیلی ارتباطم با گوشی بده. یعنی اصلا از گوشی خوشم نمیاد. از تلفنی حرف زدنم بدم میاد. از اینکه کسی با هم کاری هم داشته باشه خوشم نمیاد. بعد خیلی توی این فکر این گوشی رو عوض کنم، چون باید عوض کنم. گوشیم قدیمیه، مال سال 2018. الان 2024 یعنی 6 ساله که دارم این گوشی. بعد دلم میخواد عوضش کنم، ولی گفتم چرا مثلا جای اینکه عوضش کنی استفاده رو کمتر کن. استفاده من اینه که ولاگ میگیرم، حالا بیشتر از دوربینش استفاده میکنم. و حالا خیلی تو ذهنمه که مثلا یه دوربین ورزشی بگیرم یا اینکه مثلا یه گوشی خوب بگیرم. خودم خیلی نظرم رو گوشی نیست، چون میگم مثلا استفاده از گوشی رو دوست ندارم. خب اکشن کامرا هم خیلی راحت تره، یعنی تو راحت میتونی مثلا بچسبونی به لباست و خودتوی خیلی راحت، وزنش کمتره و همین. ولی خب گوشی حالا یه سری امکانات دیگه داره. مثلا تو همون گوشی باید میتونی ادیت بزنی که من ادیت رو توی لپتاپم هم میتونم بزنم. همین. برای حالا ورزش و اینا هم مثلا تایم رو چک کنم اینا، گفتم یه اسمارت فیت بگیرم.
مثلا اسمارت فیت، اسمارت واچ، نه اسمارت فیت مالم 5 تومن باشه. دوربینم اونی که میخواستم 28,500. مثلا کلن بگیم با 35 تومن، نمیدونم مثلا 35 تومن یه گوشی خوب بخرم. حالا خیلی گوشی خوبی هم نمیشه خرید، ولی میشه یه گوشی گرفت. مثلا گوشیمو با خودم همه جا ببرم، یا اینکه دوربینمو مثلا اسمارت فیتمو ببرم. نمیدونم بخورم به یه دونه از این تونیکا پوشیدم، بعد با یه تیشرت روش اینجا بهتون گفته بودم یه بوی کاج خیلی خوبی، فقط هم همین یه تیکه میاد.
قشنگترین هوای بهاره. 14 اردیبهشت، بارونی، یه شکوفه. آقا یه ذره خوابیدم تو ماشینم، کفشامو در آوردم چون میخوام یه دور دیگه برم با دوام. بعد یک بارونه زیبایی گرفت، خوبه تو بارون برم با دوام.